السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امید که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار دیگر به کانال اکسپرت منتورز یا مربیان با تجربه خوش آمدید. رمضان مبارک. امروز دوستان عزیز درس امروز ما درباره فضیلت ماه مبارک رمضان است. میگه عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة. رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليه. از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که رمضان فرا می رسد دروازه های بهشت باز می شود و دروازه های دوزخ بسته می شوند و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند و در یک روایت به جای ابواب جنت ابواب رحمت مذکور است. استاد معظم حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه در حجت الله البالغه شرح بر این حدیث نوشته اند بندگان صالح و عبادت گزار الله جل جلاله در ماه رمضان مشغول طاعات و حسنات می شوند. آنها روز را روزه گرفته و با ذکر و تلاوت سپری می کنند و بیشترین قسمت شبها در تراویح، تهجد و دعا به سر میبرند. از انوار و برکات آنها دلهای عامه مؤمنان متأثر گشته در ماه مبارک رمضان به سوی عبادت و کارهای خیر مشتاق و علاقمند می شوند و از بسیاری از گناهان دوری می جویند که در اثر پیدایش تمایلات عام، سعادت و تقوا در دایره اسلام و ایمان و به وجود آمدن فضای عام، عبادت و نیکی طبیعت‌های که در آنها اندک صلاحیت موجود باشد و سوی خوشنودی الله جل جلاله مایل و از بدی و خباثت متنفر می شوند. باز در این ماه مبارک اجر و پاداش اعمال خیر اندک هم از جانب خداوند متعال به نسبت سایر روزها بسیار افزوده می شود. پس نتیجه تمام این امور چنین خواهد بود که دروازه های بهشت برای آنها باز و دروازه های دوزخ بسته می شوند و شیاطین از گمراه کردن آنها عاجز و ناتوان می شوند. طبق این توضیح: یک، باز شدن دروازه های بهشت، دو، بسته شدن دروازه های دوزخ، سه، به زنجیر کشیدن و ناتوان کردن شیطان برای مؤمنان است که به سوی حاصل کردن خیر و سعادت ماه مبارک رمضان تمایل و گرایش داشته باشند و به منظور مستفید شدن از رحمتها و برکات رمضان عبادات و طاعات را مشغله خود قرار دهند. این نویدها و بشارتها هیچ ارتباطی با کفار و کسانی که خدا ناشناس و خدا فراموش بوده و غفلت را شعار خود ساخته و با رمضان و احکام و برکات آن مأنوس نبوده و از آمدن رمضان در زندگی آنان تغییر و تحول حاصل نمی شوند ندارند. هنگامی که آنها خودشان خود را محروم کرده از پیروی و اطاعت شیطان در 12 ماه مطمئن و خوشحالند و نزد خداوند متعال برای آنان جز محرومی و مطرودی از رحمت و بارگاه الهی چیز دیگری وجود ندارد. در این مورد یک مفتی صاحب یک روز به مزاح گفت که شیطان در 12 ماه این انسان ها را چنین چارج میکنه که یک ماه در رمضان یا خودکار خودشان کار شیطان را میکنن و شیطان هیچ ضرورت نیست. حدیث دوم عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه رحمة الله عليه.
ترجمه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چون شب اول رمضان فرا می رسد شیاطین و جنهای سرکش و متمرد در قید و بند قرار می گیرند و تمام درهای دوزخ بسته می شوند، هیچ دروازه از آنها باز نمی ماند و تمام دروازه های بهشت باز می شوند، هیچ دروازه از آنها بسته نمی ماند و منادی الله جل جلاله ندا می کند ای طالب خیر و نیکی بپیش و ای مشتاق و طالب بدی بیست و بازا و بسیاری از بندگان گناهکار از جانب الله جل جلاله از دوزخ رهایی می یابند و این برنامه در هر شب رمضان ادامه خواهد داشت. خوش آرام باشید دوستان عزیز، تا ویدیوی بعدی بدرود.